امروز 1 مارس بهار ولی در ما زمستان است. گنجگال بهت برفی زیبا بریده ایستاده از دوستان. گالاکسی S24 سری است. در زیربک برف، آینه نیلگون، голубой اکران برف، مابین دام ها چه آرام. از 15 سانتی متر زیادتر است برف. خرابخانه راحت حضور داریم. الیانس اون بینای زورن اونم بینای بیلی دام بریم. دعا میکنن که ما صاحب وقت شویم، چون که اسخط تا 100,000 رای میداده است، قرض میداده است. این طرف برف، این طرف لای برف. مسجد قلمشکو رفته ایستادیم. امروز جمعه 1 مارس بهار در آمد، زمستان شد. چخیل فهمیم این رو؟ نه لشپم با، نه غیجم با، نه چرتم با. مغازه مال بایتوری با وفا. سگ پشک، اسب، فیل، کرکدیل. تا آخر مارس با فکرم برفا میسته. خودش نروشه داره کو؟ این هم دوستان نگاه کنه. خیلی زیبا بریده ایستاده است. نگاه کنید. امروز 1 مارس بهار ولی در ما زمستان است. Ясмина. Ясмина. خیلی بافی زور بریده است. گنجگال.
بهت برفی زیبا بریده ایستاده از دوستان. اپو در اینجا خدمت راه کرده ایستاده. ماشین ها کمان در دوره. مهمانخانه دوشنبه گالاکسی S24 سری است. طرفی تانکر این بینوی وطن دوستان عزیز. در زیربک برف اونجا پالما بود افریقا میگفتم اینک برف. Oynayi Nilgun, голубой экран, бар. مبین دام ها چه آرام. کسی ماشینش رو گرم کرده ایستاده است. مزه ماشینش گریخت. برف خورد و بسیار بود. حاضر کلونی کم شد. با فکرم برفم تمام میکند. امروز یکم مارس، یکم روز بهار. برف نه قصدیش را از ما گرفت. برای که همه میگفتند بهار آمد برف نیست. 10 روز پیش زمستان گفت که عالی صبور باشید. من همین جا کسی اینک کار رفته است. ساعت 9 دیر کرد و بهانه‌اش را می‌یابد. میگوید که برف بود، خیلی تنقیسی میکشیدم از راه.
برف اینقدر بریده است، از 15 سانتی متر زیادتر از برف.
یک دوستان عزیز ما در طرفخانه راحت حضور داریم الیانس و سراهای گوی میاسا کامبینا طرفی مسجد رفته ایستاده برف به حد زیبا اون بینای زورن اونم زوره اونم بینای بیلی دوم برینه اینجا ساختمان ها ادامه دارن دوستو اکای فرهاد در نماز دعا میکنن که ما صاحب وقت شویم امین دعایشون قبول شود این کسا که فرهاد 100,000 چی باشد او چون که اسقط تا 100,000 رای میداده است قرض میداده است دوستان این طرف برف این طرف لای برف نگاه کنید دوستان لای برف الدره این فقط در تاجیکستان چون این برف ها میبارد ولی برف های سبز هم هستند در بالای سبززار مسجد قلمشکور رفته ایستادیم امروز جمعه 1 مارت بهار در آمد زمستان شد چه خیلی فهمیم این رو نگاه کنید نالش پنبو هم اینجا دارم اگه представить کنید چند نمود لفظ می شود در تاجیک ها نالش پنبو نغه جنبو نچرتم بو نگاه کنید بعد دوستان عزیز نه دوستان عزیز نگاه کنید چقدر منظره زور و ساختمان ها چقدر دوام داده ایستاده با وفا دیده مغازه مال بایتوری با وفا های دوستان همینجا نوار رو قد میکنم نصیب باشد بعد از اون سو آمدن نوار میگیریم و شما موفقیت و سربلندی دست به حد خنک شد دوستان از مسجد قلمشکور اومدیم بعد از نماز جمعه اینا اینجا مغازه های بایتوری هستن مغازه ها یعنی که اپتکه ها یا که مغازه بگیم چیسته برای حیوان ها سگ پشک اسب فیل کرکدیل او نه تونوکه خونه ببین چه خیلی زده بهترین زیبا کدری امروز 1 مارت بهار بنام بهار میگن изображение зимистон بنام بهار изображение зимистон نه دوستان برف کمش 15 سانتیمتر و اون دوستان نگاه کنید افتاب کم برآمده است معناش اون است که شب هوا صاف میکنه و پگاه آفتاب میشود کمش تا آخر مارت با فکرم برفو میسته تا 100,000 سومون قرض میداده به فایز 10,000 بود حاجی 100,000 شد نالش پی دیدی جوره نالش پی نغجی نچرتی سه چیز در ما هست در لوزی ما قلم اشکار نامی مسجد اوزی درست و پرش یک بار پرسم دوستان کنی نامی مسجد کی بود
Акай خودش نروشه داره کو؟ همین نروشه نداره نه؟ اکای که قلم اشکاره نومش اساساً چقدر قلم اشکار؟ قلمشکار درستش همین قدر من فهمیدم اکا من وجود نگاه کنین از دنیا زور ساخته سم نمیدونم چیه نمو اکای فرو؟ نمو جلوی